سلام دوستان عزیز، به شما خوش آمدید میگم به اولین درس زبان آلمانی بدری. قبل از شروع درس اول قصد دارم اشاره کنم به نکاتی که برای یادگیری یک زبان بسیار مهم هستند. اول اینکه سعی کنین هدفتان از یادگیری یک زبان جدید مشخص کنین. باید نباشه که امروز یک روز کامل بشینن یک کتاب بخوانن و دیگه صبح 6 حوصله یاد گرفتن نداشته باشن که این کار واقعا یک اشتباه است. و تنها با یک برنامه‌ریزی صحیح آن هم به صورت مداوم است که میتوانند موفق باشند. و دیگر اینکه سعی کنین یک دوست پیدا کنین که بتونن روزانه حداقل نیم یا یک ساعت با او گپ بزنن. این دوستتان میتونه یک همزبان باشه، حتما نباید یک آلمانی زبان باشه، و این میتونه یکی از اعضای فامیلتان باشه که فقط بتونن روزانه چند جمله ای را با آن شخص کار کنن. و دیگر اینکه ترس از گپ زدن نباید داشته باشن. سعی کنین مانند یک بچه خردسال باشن و هیچ واهمه ای از اشتباه گپ زدن نداشته باشن که این واقعا صد رایتان میشه و نمیمونه که شما در یادگیری زبان پیشرفت کنین. و دیگر اینکه گپ آخرم خوب گوش بگیرن و مردم در حین گپ زدن در داخل بس، در داخل ترین استیشن و در داخل اماکن عمومی سعی کنن که گوش بگیرن و مردم ببینن چی میگن، گپایشون رو متوجه شون. از خودتان سوال کنن که اینجا چی گفت، این چی میشه. سعی کنن همیشه یک چیزی پیشتان باشه، این را نوشته کنن در یک جایی، پس آن در خانه ترجمه کنن. این رقم هست که شما میتونن یک زبان یاد بگیرن. و تلویزیون سعی کردن و رادیو گوش کردن و کتاب‌های رمان خواندن بسیار کمک زیاد میکنن، چون این واقعا تجربه خودم است که در چند ساله این زبان یاد گرفتم، واقعا پیشرفت زیادی کردم. آن هم از طریق تلویزیون سعی کردن با مردم گپ زدن، ترس از گپ زدن نداشتن، رمان خواندن، چون کتاب‌های رمان مخصوصا بیوگرافی و تو چیزها واقعا کمک میکنن به یادگیری زبان. و اینها تجربیات ما بود که در اختیارتان گذاشتم. امیدوار هستم بتانید از این تجربیات ما استفاده کنید برای پیشرفت در یادگیری یک زبان. خب امروز وارد درس اول ما میشیم که پرسونال پرونومن هستند. ضمایر فاعلی. یک ضمیر کسی است که یک کاری را انجام میده و ضمایر فاعلی اینها هستند که ما اینجا میبینیم. ایش ما اینجا تلفظا را میگم و پیش رویش ترجمه شود. تا میگم ایش من، دو تو، زی شما. اینجا Höflichkeitsform نوشته شده که محترمانه است یا به صورت رسمی است که میگیم که و حتی در بین جمله هم به صورت کلام نوشته میشه، برخلاف ایزی که در پایین میبینم و براتون باز میگم. او اوی مرد، زی اوی زن فمینین، او خونسا بچه، مثلا بچه‌های زیر 12 سال، بچه های خورده میگن اس میگن و با اس خطاب میکنن. ویر ما، ایر شما. شما حال شاید پرسان کنین که شما منظور همون شما هاست. مثلا شما که دوستایتان گپ میزنن، دوستایتان چند نفر هستن که پیش رویتان هستن و مستقیما با اینها گپ میزنن که شما با آنها مثلا شما خطاب میکنن، میگن امروز شما چی کردن در خانه، و این به صورت دوستانه است و رسمی نیست. فهمی ایر میگن شماها جمع هست. و زی Höflichkeitsform همون محترمانه ای شما میشه. ای هم شما جمع است، خطاب به جمع است. مثلا پرسان میکنن آیا شما امروز یک لکچر خوب داشتن شماها، و چند دکتر میگیم مثلا از چند دکتر پرسان میکنن به طور مستقیم که ایزی میتونه هم یک نفر باشه مستقیم از یک نفر پرسان کنن و میتونه از چند نفر باشه که به طور مستقیم پرسان کنن. و Höflichkeitsform یعنی حالت
رسمی، حالت مؤدبانه، محترمانه. و این زی هم که در آخر هست میبینن معنی آنها را میده. در این پایین برای شما حال اینجا میبینن که از این قسمت تا این قسمت سینگولار هستن که همون مفرد معنی میتن و از اینجا تا اینجا پلورال هستن که جمع معنی میتن. همون ما، شما، جمع، شما محترمانه جمع و آنها. اینجا چند جمله را برای مثال نوشتم. Heute gehe ich in die Schule. امروز ما به مکتب می روم. Heute gehst du in die Schule. امروز تو به مکتب می روی. Heute gehen sie in die Schule. می بینید که در بین جمله هیچگاه کلان ننوشتم. ایش، دو یا هر کدام از این پرسونال پرونومن، فقط این حالت höflichkeit فرم یا حالت محترمانه را هست که به صورت کلان نوشتم تا ما بتوانیم فرق ای و از ای را تشخیص بدیم. و heute geht in die Schule. امروز او به مکتب می رود. Heute geht sie in die Schule. او امروز او در مکتب می رود. او زن جنس مؤنث. Heute geht es in die Schule. امروز او به مکتب می رود. او بچه. Heute gehen wir in die Schule. امروز ما به مکتب می رویم. Heute geht ihr in die Schule. امروز شما به مکتب می روید. ای به دوستان، خطاب به دوستان است به طور مستقیم. Heute gehen sie in die Schule. ای خطاب است به افرادی که به صورت رسمی گپ میزنن، مستقیم کدشان گپ میزنن. به این صورت چند دکتر، برای مثال چند دکتر پیش من هستن، برایشان میگم آیا امروزی کار را انجام دادن شماها که این حالت هست. و جمله آخری که heute gehen sie in die Schule. امروز آنها به مکتب می روند. خب امیدوار هستم که در این قسمت شما این ضمایر فاعلی را یاد گرفتن. پرسونال پرونومن که ایش، دو، زی، زی، اس، ویر، ایر، زی هستند. اگر این را کامل یاد نگرفتن خواهش میکنم که به قسمت بعدی نرین، چون ویدیو را استوب کنن، سعی کنن بنویسن، تکرار کنن، بنویسن، تکرار کنن، با یک کس دیگر کار کنن تا این را به خوبی یاد بگیرن. چون وقتی که از پایه یک چیز را یاد نگیرن هیچ موقع نمیتونن قسمت های بعدی را به خوبی بفهمن، درک کنن و یاد بگیرن. و میرم به قسمت بعد. برای شما اینجا فعل ها را ماندم که بعدش میشه ورب و جمعش میشه وربن. و فارسی هم به زبان دریون میشه فعل و فعل ها که به حالتی که دست نخورده باشه، یعنی هیچ تغییری در این فعل نامده باشه، ما مصدر میگیم و بعدش اینفینیتیو میشه. من حال ایاره براتون میخوانم و تلفظش هم میگم که ببینیم چی رقم گفتن میشن. گهن، رفتن، کومن، آمدن، arbeiten، کار کردن، lernen، یاد گرفتن، leben، زندگی کردن، fragen، سوال کردن، denken، فکر کردن. و من در اینجا رفتن براتون صرف میکنم و یا با دوچ بگویم کنیگیرن. من سعی میکنم از این بعد چیزهایی که براتون با زبان فارسی یا با زبان دری میگم با دو زبان آلمانی و دری بگم که شما هم گوش کنیم که یک معلم آلمانی زبان چی رقم براتون این را خواهد گفت و ما با دری این را براتون خواهم گفت. Ich gehe zur Schule. ما به مکتب می روم. Du gehst. Wie ihr seht, hier werden wir die Verben konjugieren. همان رقم که میبینن ما داریم اینجا فعل ها را صرف میکنیم. Sie gehen,
شما می روید. زی اس گیت، او می رود. ویر گهن، ما می رویم. ایر گیت، شما می روید. زی گهن، شما می روید. زی گهن، آنها می روند. خب ما در زبان آلمانی فعل‌هایی داریم که آنها در قسمت اولشان که اشتام میگن آن به همین شکل میمونه و کافی است این آخرشان خط بزنیم که میبینیم همه اینها در آخر این دارن. اینشه که به صورت سرخ نوشته کردم خط میزنیم و برای هر کدام از اینها او حرف مورد نظر را اضافه میکنه. برای مثال همانطور که گفتم ایش گه به اضافه ای شده میشه ایش گه سرشوله. اینجا به اضافه است شده اینجا این، اینجا ت این ت این. برای که بهتر بفهمن دیگه فعل بعدی کومن را براتون صرف کردم در اینجا. اینا میتونن ببینن آمدن کومن. ایش کومه zu dir، ما پیش تو میایم. میبینین که همانند فعل قبلی مثل گهن که این خط خورده و ای اضافه شده، میبینیم که اینجا هم تمام ای اتفاقات به می شکل افتاده. پس واقعا زبان آلمانی یک زبان سخت نیست که ببینیم واقعا قواعد داره و این زبان با قواعدی که داره میتونیم یاد بگیرم. این را از بالا تا پایین براتون میگم. Ich komme zu dir، من پیش تو میایم. دیگه ترجمه شده ای پایین ننوشتم. Du kommst، تو میایی. Sie kommen، شما میایین. sie es kommt، او میآید. wir kommen، ما میاییم. ihr kommt، شماها میایین. دوستانه است. Sie kommen، شماها میایین. مؤدبانه یا رسمی. Sie kommen، آنها میآیند. و arbeiten، lernen، leben، fragen، denken. این را میمانم برای خودتون که صرف کنن و در درس بعدی برایتان این را صرف میکنم. شما میتونید ببینید چیزایی را که صرف کردن با توجه به کاری که اینجا برایتان انجام دادم این کار شما هم بکنن و جلسه بعدی میتونید ببینید که آیا صحیح صرف کردن فعل ها را یا نه. Nächstes Mal werde ich alle diese 4 oder 5 Verben konjugieren und ihr werdet sehen, ob ihr die Sachen richtig gemacht haben oder nicht. Alle میریم به قسمت بعدی. Jetzt gehen wir zum nächsten Schritt oder zum nächsten Teil. بله، اینها پرپوزیسیون هستند که قرار است در درس بعدی براتون یاد بدم که بتونیم کم کم شروع به جمله سازی کنیم و براتون کم کم مثلا نمیکنم که اول کار کلا گرامر براتون یاد بدم چون خسته کننده میشه، چون خودم زبان یاد گرفتم و اینا تجربه کردم. به این خاطر سعی میکنم یک بخش از ایشون یک بخش از اون که یک حالت خسته کننده براتون نداشته باشه. شما باید کاری که بکنن حال تمام این لغاتی که اینجا نوشته کردم و یاد بگیرن تا درس بعدی را که در درس بعدی اینا را در جملات مختلف میمونم و میگم که چرا چه اتفاقایی میفتن از لحاظ گرامری و خواهیم دید تمام اینها را در جلسه بعد. من حال براتون اینیا را دانه دانه تلفظشان را میگم چه رقم خوانده میشن. تو با طرف با خیلی خیلی را معنی میتونه. außer بجز، aus از، von از، توسط، bei پیش، کنار، mit با، nach oder nach با طرف. در اینجا برای هر کدام یک جمله موندم ولی بدون ترجمهش براتون زبانی میگم ترجمهش، ولی اینجا نمیخوام تمرکز کنم سر این لغات چون فقط شما
کافی است معنی‌هایشان را یاد بگیرن و در درس بعدی هم از لحاظ گرامری درباره یا توضیحات میتونم و هم کجاها استفاده میشن توضیحاتشان میتونم که چون خیلی ها هستن درباره نومیناتیو ها گپ میزنن، آکوزاتیو، داتیو میگن خیلی سخت است. نه سخت نیستن، فقط باید او قاعدهش یاد داشته باشن و تمام چیز آسان است. Ich gehe jetzt zu dem Bahnhof. من امروز میروم به طرف ترین استیشن. Niemand kann es außer ihm lesen. هیچ کس بجز او نمیتونه آن را بخواند. Ich komme aus Afghanistan. من از افغانستان میام. Ich erwarte es von dir. من این توقع را از تو دارم. Ich bleibe beim Großvater. من کدر پدرکلانم میمانم. Ich fahre mit dem Velo. یا که من ولو نوشتم چون ما در سوئیس هستیم، مسلما در دویچلند فاراد میگن. چون ما در سوئیس زندگی میکنم ایرا ولو نوشتم و با فاراد ولو میگیم. Ich gehe nach Deutschland. ما به طرف دویچلند میرم. خب این یاره در جمله براتون اینجا گفتم که بفهمن که چی رقمی در چی جمله هایی و به چی شکل استفاده میشن، ولی عمیق‌تر ایرا در درس بعدی سعی میکنم. فقط کافی است که شما یاد بگیرن این جملات معنی‌هاش و شما را تا درس بعدی به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.